جانبی باشه و در حاشیه باشه. همه ارزشی هستن برای ما. من نمیدونم فینال مسابقات جام جهانی رو همه مشاهده کردی یا نکردی. دیشب ازشون سوال کردم، جرئت نمی‌کردم، فکر می‌کردم که من میگم فوتبال نگاه کردن حرامه. بعد جرأت پیدا کردن گفتن نگاه کردین. گفتم که حرکت زشت زین‌الدین زیدان رو دیدید در آخرین لحظه که انتظار نمیرفت اون انسان با ادب، اون انسان با اخلاق، اونی که وقتی گل میزنه دست بلند میکنه خدایا، اونی که وقتی پول از فوتبال در میاره صرف فقرا میکنه، اونی که سبب هدایت شاید 7-8 نفر در تیم‌های مختلف فرانسه شده، سبب اسلامشون شده که مسلمان بشن. خب یه انسان با تواضعیه. چطوری این حرکت زشت انجام داد؟ برای همه ما مسئله غامض و گنگی بود تا اینکه بالاخره همه تعجب کردن کسی که میرفت بهترین بازیکن با ادب و با اخلاق و با تکنیک و خوش تکنیک جهان معرفی بشه و اسمش زین‌الدین، زینت دین. ما داریم شین و داریم زین یعنی زیبایی و زینت. چقدر خوبه که ورزشکار حرفه‌ای زین‌الدین اسمش باشه که دنیا رو حساب باز میکنه و همه کافر مسلمان دوست داره که هنرنمایی ورزشیشو ببینه. نهایتاً بعد از اینکه کارت سرخ گرفت از زمین بیرونش کرده، تو مصاحبه هاش گفته که علت این که من برگشتم سرم زدم تو سینه‌اش، این که از اول بازی به من پیره کرده بود تا آخرین لحظه که دیگه فشارم عصبانیتم ایجاد کرد و خشمگین شدم به خاطر اسلام. به من گفت که مسلمان ها همه تروریستن، من به خاطر اسلام و حفظ آبروی اسلام زدمش. شاید سرش پایین مینداخت و میرفت، آب از آبم تکون نمیخورد. حالا صدها مسلمان به اسلام داره توهین میکنه. کاش که کفار کاریکاتور پیامبر را میکشیدن. کاش که تنها کسانی که توهین میکردن کفار بودن، ملحد بودن، مشرک بودن. امروز مسلمان ها دارن توهین به پیامبر میکنن، توهین به ناموس پیامبر میکنن، توهین به صحابه پیامبر میکنن، توهین به قرآن میکنن، توهین به دین میکنن. بعضی موقع در صف نماز میبینید که جوانی وقتی به رکوع میره کنار برادرای مسلمانش ایستاده، یک دفعه پاکت ونستون میفته تو سجدگاهش.